آبشار لاتون یکی از محبوب ترین مقصدها در بین علاقمندان به طبیعتگردی است که در دل طبیعت غیرقابل وصف گیلان قرار دارد. مرتفع ترین آبشار 4 فصل کشور عزیزمان ایران یکی از آن جاذبه هایی است که حداقل باید یک بار آن را ببینید. از آنجایی که این آبشار در 15 کیلومتری آستارا قرار دارد، بد نیست که در سفر به لاتون سری به جاهای دیدنی آستارا بزنیم. اگر تاکنون به آبشار لاتون سفر نکردید، بیایید با هم به این بهشت موجود در ایران زمین سر بزنیم. آبشار لاتون حدوداً 105 متر ارتفاع دارد و از دامنه شرقی کوه اسپیناس سرچشمه میگیرد. اسپیناس با ارتفاع تقریباً 2005 متر بلندترین کوه منطقه آستارا محسوب می شود. این آبشار در طول سال آب دارد و حجم آب در فصول مختلف متفاوت است. لاتون پس از گذر از 3 حوضه طبیعی و 3 آبشار حدود 10 متری به رودخانه لندول می ریزد. این رودخانه 17 کیلومتر طول دارد و از کوه سرچشمه می گیرد. به سمت روستای کوته‌کومه و شهر لندول می رود و سپس به دریای مازندران، دریای خزر یا کاسپین می ریزد. آبشار دیگری در کنار لاتون قرار دارد که بازدید از آن خالی از لطف نیست. این آبشار که سرریز آن بیشتر از لاتون است، حدود 65 متر ارتفاع دارد. لاتون در دل جنگل بکری قرار دارد که تقریباً 9 ماه از سال سرسبز و با تراوت است. مسیر رسیدن به آبشار مسحور کننده از روستای کوته‌کومه می‌گذرد که این منطقه دارای یک استخر و 3 حوض آب گرم است که در طول راه برای ادامه مسیر اگر نیازی به بازیابی انرژی داشتید، حمام‌های آب گرم این مسیر را از دست ندهید. بهترین فصل برای سفر به آبشار لاتون. استان گیلان دارای آب و هوای معتدل و مرطوب خزری است. اگرچه این آبشار زیبا در تمام فصل سال آب دارد. فصل زمستان فصل خوبی برای دیدن این آبشار نیست، زیرا هوا بسیار سرد است. بهار و تابستان و اوایل پاییز، یعنی تا مهر ماه، برای دیدن آبشار شگفت‌انگیز مناسب است. مسیر رسیدن به آبشار سربالایی است و در انتهای مسیر از مجاورت یک پرتگاه عبور می کنید که خیلی باید مراقب باشید. اگر قصد سفر به لاتون را داشتید، در طول مسیر حتما آب آشامیدنی و مقداری غذا همراه خود ببرید و در طول مسیر با استراحت برای تجدید قوا از مسیرتان لذت ببرید. از اهالی روستا و بلدهای مسیر راهنمایی‌های لازم را بگیرید و حتما به مسیر بلدهای روستا اعتماد کنید و به آنهایی که خود ناآشنا هستند اعتماد نکرده و در شب هنگام برای ادامه راه اتراق کنید و شب هنگام حرکت نکنید. به لاتون سفر کنید و از این طبیعت بکر خداوندی لذت ببرید. امیدوارم سفر به لاتون سفری پر از خاطره برای تک تک لحظات عمرتان باشد.